عزیزای دلم، خیلی از این دوستان عزیز باستانشناس و حفار، حالا چه شخصی چه دولتی، میگن آقا جنس میبینیم نمیتونیم برداریم. حالا جن نمیذاره، ما هیچی هم بعضیا میگن نمیبینیم تو اتاق، اما نمیشه جنس برمیداریم، یا درا بسته میشن یا یه چیزای مثلا سیاهی میبینیم، توسی میبینیم، یا موجوداتی میان نمیذارن آقا ما خارج کنیم. اینا رو انجام میدم صرف تا صد هر کار باستانی که داشته باشید که لحاظ موکلی مشکل موکل متافیزیک داشته باشه انجام میدم. اگرم خدا دیگه قدرتی بهم بده، عمری بهم بده، میخوام یه موزه بزرگی شخصی تو ایران برای تمام ملت ایران بزنم که از تمام دنیا برای دیدن جنسا و اجناس و موجودات چیزهای دیگه که در آوردم تو موزه بذارم. حمایت هم کنید خواهشاً، بیام بالا حمایت کنید. دمتون گرم.